سلام، طاهری سفر هستم و با اخبار امروز دوشنبه 10 اوگوست همراه شما. همراهخان ظریفی وزیر سابق امور خارجه سفیر تاجیکستان در ژاپن تعیین شد و در این مقام غلامجان بابازاده را عوض کرد. فرمانهای رئیس جمهور امامعلی رحمان درباره این تعیینات روز 10 اوگوست در وبسایت رئیس جمهور نشر شد. همراهخان ظریفی بعد از 7 سال کار در مقام وزیر امور خارجه سال 2013 از این مقام رفت و از آن زمان تا کنون منصبی رسمی نداشت. غلامجان بابازاده سفیر سابق در ژاپن که به تاجیکستان برمیگردد روز 10 اوگوست در صحبت با رادیو آزادی چنین گفت: Yaşasama Japonya این کشوری سیوم شدگی است برای امریکا و خیتای و این دولت پیشقدم ترین است در جهت تکنولوژی، استثمار و غیره غیره و این کشوری که بزرگ است، پتانسیل اقتصادی خیلی بزرگ است. البته برای تاجیکستان مناسبت خوب داشتن با این گونه کشور. امامعلی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان همچنین با صدور فرمان دیگر فیض‌الله خالبابایف یکی از مشاوران سابق اقتصادیش را سفیر تاجیکستان در اوکراین تعیین کرده است. دادگاه ناحیه سینا در شهر دوشنبه امر داده است 3 نماینده شرکت جنجالی 7 برج را برای تقلب مالی دستگیر کنند. در این دادگاه بر رادیو آزادی گفتند نمایندگان شرکت 7 برج که فعالیتش ممنوع شده است بعد دزدی $10,000 پول مشتریان شرکت متهم می شوند. دادستانی تاجیکستان 2 سال پیش گفت که 7 برج یک پیرامید مالی است و مشتریانش را فریب می دهد و فعالیت شرکت را ممنوع کرد. بستن شرکت سبب اعتراض مشتریانش شد و هزاران نفر پول خود را در این شرکت از دست دادند. وزارت امور داخلی تاجیکستان میگوید 36 شهروند کشور که از عراق و سوریه و یا مرز ترکیه به وطن برگشتند از جوابگری آزاد شدند. یک مقام وزارت به رادیو آزادی گفت این افراد در نزد خانواده‌هایشان ولی تحت نظارت زندگی می‌کنند. هفته پیش وزارت امور داخلی گروهی از این افراد را نشان داد که به گفته مقامات به اعدام فریب تندروان افتادند و به خاور میانه رفتند ولی بعداً پشیمان شده به وطن برگشتند. دادستانی تاجیکستان گفته است در میان افراد بازگشته زنان و دختران نیز بودند که در سوریه مورد آزار و اذیت جنسی از طرف جنگجویان گروه دولت اسلامی قرار گرفتند. مقامات تاجیکستان میگویند تاکنون بیشتر از 400 شهروند کشور به سوریه و عراق رفتند و 150 نفرشان هم در جنگ ها کشته شدند. تاجران و کشاورزان تاجیک میگویند افزایش حاصل میوه در تاجیکستان به پایین آمدن قیمت‌ها در کشور مساعدت کرد. با گفته وزارت کشاورزی تا اول همین ماه در تاجیکستان تقریباً 24,000 تن میوه جمع آوری شده است. از جمله در بازارهای دوشنبه امروزها میوه‌های گوناگون فراوان است. آنها را اکثراً از ولایت ختلان و نواحی تابع مرکز می‌آورند. نرخ نفت خدا با شکر بهتره. 1.5 سوم بادرنگ، 2 سوم پمیدار، انگور تا 5 تا 4 3.5 تا 6 انگوری نقص‌تر خدا با شکر. اما در سرمای ناگهانی بهار امسال در ولایت سوخت 95% درختان میوه و به خصوص زردآلو و بادام و انگور و سبزارهای ولایت را سرما زد و تاجران به این ولایت از مرکز و جنوب میوه میبرند. گزارش کامل در این باره در وبسایت azadi.org به زودی نشر می شود. حکومت ولایت سوخت 60 نورس و کودکان دهه‌های حلقه و بیدک ناحیه رشت را که روز 20 ایول بر اثر سیل و فرآمدن یرچ خانه‌هایشان ویران شد تا زمان بنیاد منزل‌هایشان به خوجند آورده است. من نصیر و تقریبا 10 ساله باشم، صنف 4. من وقتی که سیل اومد در خانه بودم، همه بابام یک کور را دید که آمد. ما بابام سراسیمه شد گفت که گریزید. ما سونی چایخانه گریختیم و همه آدم را دیدیم در همونجا گریختیم. این نورسان همراه استادانشان تا آغاز سال خوانش نو در استراحتگاه به نام 20 سالگی استقلالیت میمانند و تحصیل میکنند. همزمان برای از ذهنهای کودکان دور ساختن ترس و وحشت فلاکت طبیعی برای آنها محفل‌های فرهنگی و آموزشی برگزار میکنند. و اخباری از این هم بیشتر در وبسایت رادیو آزادی، در صحیفه های ما در فیسبوک، توییتر و یوتیوب و هم زمینه مخصوص رادیو آزادی برای تلفن های همراه.